هر کی نگه بغبغو آل بالو به آقا معلم اومد. داری چه غلطی میکنی؟ هیچی، داشتم تخته رو پاک میکردم. نمیخواد، بیا برو بشین سر جا. بذار خجالت بکشی. اصلا انگار نه انگار معلم اومده داخل کلاس. نه برپایی نه چیزی، اصلا صداتون هم داره تو دفتر میاد. آبرو آدمو میبری. انگار با من کلاس دارید. هر جا میرم تعریف کنم میگم کلاس 12ام تجربی بهترین کلاسه. حداقل بذار یه روز از صحبت آدم بگذره. یا تا کلاس 12ام ریاضی یاد بگیرید. شما مگه نمیگفتید کلاس ما 12ام تجربی بهترین کلاسه؟ پس باید 12ام ریاضی از ما یاد بگیره. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم.